با برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی خوش آمدید. سلام بینندگان عزیز. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را برای روز 20 ایون در بخش مستقیم پیشنهاد شما میکنیم. امروز در برنامه منابع رادیو آزادی تصدیق میکنند که امراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجه تاجیکستان بازداشت شده است، ولی قضیه او با حبس رئیس سابق حزب دموکرات ربط ندارد. گاز ارزان شد اما راهگیرا نه. رانندگان میگویند بلند بودن ارزش راهگیرا سبب‌های دیگر هم دارد. راه ما ساز باشه اگر ما 130 80 ممکن 60 بریم. این همین سیزونه که همین سیل اومده است دو برشید بالون علش منیم. و در مراسم حج امسال در شهر مکه عربستان سعودی بیش از 1000 حاجی اساساً از گرما جان باخته است. این رقم نهایی نیست. بر پایه خبرهای رسیده وزیر پیشین کارهای خارجه تاجیکستان را در دوشنبه دستگیر کردند. مقامات تاکنون در این باره یگان اطلاع نمیدهند. همکارم که مرسیت تا موضوع را ادامه میدهد. منبع‌های رادیو آزادی میگویند که همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجه تاجیکستان و دیپلمات سابقه‌دار بازداشت شده است. چند منبع روز 18 ایون تصدیق کردند که همراخان ظریفی روز 12 ایون دستگیر شد. به گفته یکی از آنها، ظریفی حداقل تا روز 16 ایون در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دوشنبه بود، ولی حالا نمیداند که او در کجاست. در این مدت خبرهای نیز به گوش رسید که همراخان ظریفی پس از بازپرسی رها شده است، ولی کسی این گزارش را تصدیق نکرد. مقامات نیز رسما بازداشت یا رها شدن او را تصدیق یا رد نکردند. منابع رادیو آزادی میگویند که سبب دقیق بازداشت او را نمیدانند. تنها یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفت که بازداشت به جنایت اقتصادی و به کارش در ساختمان بینای وزارت کارهای خارجه ربط دارد. همراخان ظریفی 75 ساله از سال 2006 تا 2013 وزیر کارهای خارجه تاجیکستان بود. در مقام سفیر تاجیکستان در ژاپن و از آن پیش در نمایندگی رسمی کشور در استرالیا و امریکا نیز کار کرده است. او در روز بازداشت شده است که سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان با اتهام کوشش غصب حکومت بازداشت شد. مخالفان تاجیک بازداشت ظریفی را به پرونده عثمانزاده ربط دادند. مقامات در این باره شرح نمیدهند. همصحبتان آگاه رادیو آزادی میگویند او با سید جعفر عثمانزاده رابطه داشت، ولی ربط داشتن بازداشتش به پرونده وکیل سابق پارلمان را دقیق نمیدانند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 14 ایون سید جعفر عثمانزاده را به کوشش غصب حاکمیت دولتی در تاجیکستان متهم کرد و از وکیلان پارلمان خواست که مسئولیت یا دخل ناپذیری وکیلی او را بیکار کنند. همه وکیلان حاضر در جلسه به بیکار شدن مسئولیت عثمانزاده و اجازه بازداشت او رأی دادند. چون سخن از سید جعفر عثمانزاده رفت، نزدیکان این وکیل مردمی به همکارم ارشاد سلیمانی گفتند که از احوال او آگاه نیستند و در کجا نگهداری شدنش را هم نمیدانند. پرونده سید جعفر عثمانزاده بر اساس ماده 306 قسم 2 بند ای کدکس جنایتی تاجیکستان مورد تفتیش قرار دارد. این بند قانون از 15 سال زندان تا حبس ابد را پیش بینی میکند. با گذشت 8 روز از بازداشت سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان، مقامات از دادن هر گونه اطلاع خودداری میکنند. شمس‌الدین اسلمزاده معاون سردار ریاست تفتیش پرونده های جنایتی مخصوصا مهمی دادستانی کل تاجیکستان در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که به این پرونده مهر مخفی زده شده است، چون تفتیش پرونده را او پیش نمیبرد، وکالت دادن جزئیات دیگر در این باره را ندارد. تفتیش این پرونده را دادستانی کل تاجیکستان پیش میبرد. این نهاد میگوید برای دریافت جزئیات دیگری قضیه باید درخواست رسمی کرد. نزدیکان سید جعفر عثمانزاده هم از صحبت با رسانه‌ها خودداری میکنند. خبرنگاران رادیو آزادی امروز 20 ایون سال 2024 برای دریافت جزئیات بیشتر به خانه عثمانزاده در دوشنبه رفتند. یکی از بستگانش گفت که آنها با رسانه‌ها چیزی نمیگویند و صحبت نمیکنند، زیرا چیزی را نمیدانند. این خویشاوند عثمانزاده گفت که آنها نمیدانند که او در کجا است، چون برایش نه خوراک بردند، از روزی که او بازداشت است حتی برایش لباس هم نبردند.
از این خویشاوند عثمانزاده پرسیده شد که وقتهای آخر او درباره چی صحبت میکرد و با چی کارها مشغول بود. گفت که مثل پیشتره به جای کارش میرفت و میآمد و وقتهای آخر یک کمی بیمار بود که در خانه دارو استعمال میکرد و برای درمان چکک یا سیستم میماند. رو می‌رم به موضوعهای دیگر. ماه جاری گاز مایع یک سوزشواری سرستفاده در تاجیکستان ارزان تر شده است. ساکنان میگویند پایین آمدن نرخ خبر خوش است، ولی ارزش راهگیرا به تغییر مانده، جای حتی بالا رفته است. رانندگان در نوبت خود در صحبت با برای یوسفی سبب‌های دیگر را پیش آوردند که به پایین بردن ارزش راهگیرا امکان نمی‌دهد. در 2 هفته اخیر 1 لیتر گاز مایع تقریباً 1 سومانی ارزان‌تر شد و این ارزانی رانندگان را شاد کرد. ما خصوصاً نمی‌خوایم گاز دمو ارزان شده. و خواهی باید خونه خیش سوار بازوتر میریم سو 60 بود 50 شده شگر. ساکنان امیدوارند که ارزان شدن گاز با سبکتر شدن نرخ راهگیرا، مال و محصولات و دیگر خدمات تأثیر خوب خواهد رساند. گاز هم ارزان شده، روز به روز با ارزان‌تر شود خوبتر برای ما استودنت‌ها. راهگیرای ارزان شود برای ما می‌فرماییم. خیلی برای یاد ما تو خانه بلکه برای همه مردم تاجیکستان راهگیرای ارزان شود با خوبتر ایوخی. هرچند در گذشته بالاروی نرخ سوزشواری نرخ اکثر مال و محصولات را بیشتر می‌کرد و کاهش نرخ اهالی را به حرکت همسان نرخ و نوا امیدوار کرده است، در اصل الحال تأثیر دیدن نمی‌شود. یک هفته پیش نرخ 100 سوم بود. گاز هم میگه که ارزان شده، این کسیانو نرخ است 200 یک برابر خود 200 لیل نبود میره در 200 که با 400 کیلومتر غرم خودش 200 کیلومتر 200 پیشا رمی رو بایرو نبود 150 بود، بعدی رو بایروش نه 200 بود، من کوزی 300 بود. تو جرگتا هرچند عید قربان نیز به این حالت تاثیر کرده است، راننده‌های مسیر ناحیه‌های شرقی کشور دلیل خود را در مورد بالا شدن نرخ راهگیرا دارند. این گپ در ارزونی گاز نیست که راههای ما جزیره بندر نکنه. این ما می راه میریم، حاضر برای 3 کیلومتر شدن ما 56 کیلومتر قریب با ابیز میریم که فقط یکم دو مسکورشون بالا خطی کو میبریم. راه جزیره نکنه. این راه ما ساز باشه که ما این 80 میرفتیم که حاضر 130 رفته زین. همین بالون راه ما ساز باشه که ما 130 80 ممکن 60 بریم. این همین سیزونه که همین سیل اومده که دو برشید بالون علش منیم. دقیق نیست که چی شماری از ماشین‌ها در تاجیکستان با گاز کار می‌کنند، ولی معلوم است که برای ارزانیش بسیاری‌ها گاز را از بنزین اولاتر می‌دانند. تاجیکستان سالانه از قزاقستان و کشورهای دیگر بیشتر از 400,000 تن گاز مایع وارد می‌کنند. کاهش اخیر نرخ گاز با تأثیر روندهای جهانی روی داد، اما تأثیر آن به ساحه‌های دیگر هنوز به مشاهده نمی‌رسد. شما برنامه اخبار رادیو زودی را تماشا دارید. دادگاه ولایت سوخت آخر ماه گذشته طاهر قدرتزاده سابق رئیس جبار رسولов را در چندین حالت قلابی و سوء استفاده از وکالت‌های منصبی گناهکار دانست، ولی به گفته منبع‌های رادیو زودی قدرتزاده به زینه بالایی شکایت برده است. او را نیمه بهار امسال ماموران آژانسی ضد فساد شمال تاجیکستان بازداشت و چندین مورد رشوه‌ستانی‌اش را آشکار کردند. تفصیلات را از فرزان محمدی می‌فهمیم. طاهر قدرتزاده رئیس همکنون سابق ناحیه جبار رسولов بعد تقریباً 1.5 ماه بازداشت از سوی ماموران آژانسی ضد فساد ولایت سوخت رها گردیده است. و در صادر کردن چندین حالت قلابی و سوء استفاده از وظیفه‌اش در زینه اول دادگاه گناهکار دانسته شد، اما طبق همین حکم دادگاه فوراً از حبس آزاد گردید. در این باره چند از منبع‌های معتمد رادیو آزادی در آژانسی ضد فساد و دادگاه ولایت سوخت اطلاع دادند. در برابر این رادیو آزادی با نامه رسمی اول همین ماه به آژانسی ضد فساد در تاجیکستان مراجعت کرده است و با دسترس شدن معلومات بیشتر آن را علاوه خواهیم کرد. به گفته همصحبتان ما، یک دادرس شمال تاجیکستان را به پرداخت جریمه در حجم بیش از 240,000 سامانی و تقریباً 5 سال از حق کار در اداره‌های حکومتی محکوم کرد. در حکم دادرس حجم جریمه از این هم زیادتر نشان داده شده است، ولی در عوض چندین روز در بازداشتگاه نگه داشته شدنش آن را کم کردند. با این وجود حکم قوه قانونی نگرفته و در زینه بالایی بررسی می شود، اما فعلا وی به حیث سردار مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت سوخت کار می کند و خودش در صحبت حضوری آماده نشد درباره قضیهش به ما گپ زند.
قدرتزاده در مدت 4 سال رئیسیش در یک ناحیه مرزی ولایت سوخت توسط میانه‌روها از چندین منصبدار و ساکنان محلی مبلغ گرفته است. در عوض آن چنانچه در پرونده نشان داده شده است برای اشغال منصب‌های معاون رئیس ناحیه و یا مدیر شعبه معارف در دایره وکالت خود پیشنهاد کرده است. یک حالتی برای دادن 10 صد یک زمین کشاورزی به ساکن ناحیه در عوض رشوه قید گردیده است. معلوم نیست که آن نفران به وظیفه‌ها تعیین شدند و خواسته‌های خود را گرفتند یا نه، اما او برای به طور جدی پایمال کردن حقوق و منفعت قانونی نامبردگان عیبدار دانسته می شود. سازمان و کشورهای غربی حکومت تاجیکستان را سالها باز برای رواج کروپسیا و خیش و تباربازی در سراسر جمهوری تنقید می‌کنند، چیزی که نمایندگان دولت پیوسته رد می‌کنند و یا تصویری از بودش بیشتر می‌دانند. با این حال در ردبندی نوی شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال درباره فساد و رشوه‌خواری تاجیکستان امسال 4 زینه پایین رفت. این به معنای هرچی بیشتر ریشه پهن کردن این ظهورات خطرزا در اداره‌های دولتی میباشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف. меравем ба Русия. додгоҳе дар Москав амр кард Карим Нурматов, як зодаи Тоҷикистон, то нимаи август дар боздоштгоҳ нигоҳ дошта шавад. ӯ ва 3 нафари дигари ширкати таъминкунандаи ғизо бо заҳролуд намудани муштариёнашон муттаҳам шуданд, вале додгоҳ танҳо шаҳрванди Тоҷикистонро ҳабс кард. ҷузъиёт дар гузориши Шодмониятӣ. дар робита ба заҳролудшавии оммавӣ дар шаҳри Москав як шаҳрванди Тоҷикистон ба 2 моҳ ба ҳабси пешакӣ гирифта шуд. Карим Нурматов дар корхонаи Савонка ба ҳайси ошпаз кор мекард. корхонаи мазкур муассисаи хӯроквории кухняя на районеро бо лӯбиё таъмин менамуд ки аз хӯришҳои он даҳҳо нафар дар Русия заҳролуд шуданд. зиёда аз 150 кас шурӯъ аз 14 июн баъди истеъмоли таомҳои аз моҳӣ себу лӯбиё омода шуда бо аломатҳои заҳролудшавӣ ба беморхона афтоданд. 30 нафари онҳо дар шуъбаи эҳёгарӣ бистарӣ шуда, як нафарашон дар ҳолати беҳушӣ ва ё кома қарор дорад. Карим Нурматовро ба истеҳсоли маҳсулоте айбдор мекунанд ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест. ба навиштаи расонаҳо Нурматовро ки қасди тарки Русия дошт дар фурудгоҳ дастгир намуданд. ӯ то 15 август дар боздоштгоҳ мемонад. ба иддаои кумитаи тафтишотии Нурматов бо дастури сардори ширкати Савонка Владимир Шин лӯбиёро бархилофи талаботи бехатарӣ бастабандӣ намудааст. дар ҳамин ҳол додгоҳ худи Шин ва гумонбарони дигари парванда раҳбари кухня на районеро ба ҳабси хонагӣ фиристод. телеграм-каналҳои русӣ аз дохили корхонае ки ба иддаои онҳо лӯбиё омода шудааст навор нашр карданд ки ба меъёрҳои беҳдоштӣ ҷавобгӯ нест. ба қавли тафтишот Карим Нурматов дар Русия ғайриқонунӣ ҳузур дошт ва дар дохили худи корхона дар Балашиха зиндагӣ мекард. илова бар ин ба гуфтаи мақомот маъмурияти корхона чанд муҳоҷир аз Ӯзбекистонро низ ғайриқонунӣ сабти ном карданд. рӯзи сешанбе бо тавофи Каъба маросими ҳаҷ ба анҷом расид. даҳо ҳазор ҳоҷӣ дар гармои баробар бо 52 дараҷаи селсий дар масҷид Алҳароми Маккаи Мукаррама намоз гузоштанд. ба қавли телевизиони Арабистони Саудӣ, чандин ҳоҷӣ ба ҳавои гарм тоб овардан натавониста ҷон додааст. мақомоти Саудӣ дар бораи шумораи фавтидагон маълумоти бештар надода, илова карданд ки 2700 нафар аз зарбаи гармо табобат гирифтанд. дипломатҳои хориҷӣ мегӯянд, дар ҳаҷи имсола беш аз 1000 ҳоҷӣ ба ҳалокат расид. хабарнигори Франс Пресс бар асоси маълумот аз изҳороти расмии намояндагони 10 кишвар иттилоъ медиҳад ки камаш 1081 ҳоҷӣ вафот кардааст. дӯстони азиз, расидем ба поёни барномаи имрӯз. сипос ки то ин лаҳза бо мо будед. хабару видеоҳои бештарро метавонед дар вебсайти moozodi.org дастрас кунед. инчунин ба саҳифаҳои радиои Озодӣ дар фейсбуку, инстаграм, тикток ва телеграм ворид шавед. агар шумо ҳам хабаре доред, метавонед ба мо бинависед. худро эҳтиёт кунед азизон ва худо нигаҳдор.